خدایا شکرت، ما که سیر شدیم، هرچی گشنه است رو بکش. حاج آقا سفره رو تکوندی، میخواستی سیر نشی؟ مسئله تو بکس. یعنی از عقب حرومه. عجب. حالا اگه جلو خیلی گشاد باشه نمیشه از عقب ورود کرد. جوری آدم رو نگاه میکنین که انگار جلو عقب پیشتونه، میخواین برین رو کار. اتفاقا در این مورد بحث زیاد شده و از اونجایی که ممکنه خانم دردش بگیره، ما اصلا نباید سمتش بریم و به همون جلو باید بسنده کنیم و تا وقتی که قندون هست چرا بریم سمت اندون؟ خدا رم خوش نمیاد. حاج آقا حالا اگه بنده خدا دختر بود و جلوش پلم بود نمیشه از عقب یه حرکتی زد؟ بله، این آقازاده شما اندرونش انگار میخارد، باید بریم اون. لایکی